روزی 17 مای باز دو پرواز چارتری شرکت‌های هواپیمای روسیه از فرودگاه‌های دوشنبه اجازت ندادند و این باعث از راه سفر به روسیه ماندن صدها مسافر شده است. هواپیمای شرکت سیورنیویتر باید هنوز صبح بر وقت 17 مای ساعت 7:00 با خطسیر رقم N4710 از دوشنبه به قزان پرواز میکرد، ولی بعد چند ساعت در صحن فرودگاه نگاه داشتن مسافران به اونا گفتند که پرواز نمی شود. شرکت سیورنیویتر از 11 مای در راه انجام پروازهای چارتریش از شهرهای تاجیکستان دچار مشکل شده است و این باعث در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند در ماندن چندین هزار مسافر این شرکت روسی شده است. روز 17 مای از فرودگاه دوشنبه می بایست ساعت 12:20 هواپیمای شرکت روسیه S7 با خطسیر رقم 75552 به نوسیبیرسک پرواز میکرد، ولی تا زمانی که این گزارش آماده میشد به این هواپیما نیز هنوز اجازت پرواز نداده بودند و بار آخر شروع پرواز را تا ساعت 15:55 به وقت دوشنبه به تأخیر انداخته بودند. تنها پروازی که روز 17 مای از فرودگاه دوشنبه به روسیه انجام شد پرواز هواپیمای شرکت ساموین ایر به مسکو از طریق قرشی ازبکستان بود. دلیل به تأخیر گذاشتن و بیکار کردن دست کم دو پرواز روز 17 مای از فرودگاه دوشنبه روشن نیست، ولی میراج عزیزوف رهبری نماینده سیورنیویتر در تاجیکستان روز 16 مای به رادیو آزادی گفته بود که اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان به شرکت آنها اجازت پرواز نداده است. دلیل این استفاده سیورنیویتر از هواپیماهای بزرگ بوده است که مقامات دوشنبه آن را به طلبات بی‌خطری فرودگاه‌های تاجیکستان ناموافق دانستند، ولی میراج عزیزوف گفته است که به آنها با چنین هواپیما دو بار اجازه پرواز دادند، ولی روز 12 مای اجازت نامه اشان را بیکار کردند. روسیه از 1 اپریل به انجام پروازها از تاجیکستان اجازه داد. اکثر آنهایی که به روسیه می روند مهاجرای کاری اند که روسیه منبع اساسی تامین زندگی اویلهاشون می باشد. سال 2020 که روسیه به دلیل پاندمی کرونا ویروس مرزهایش را بست، انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان قریب $800 میلیون کاهش یافت.